وهابی کیست و وهابیت چیست که بین جامعه امروز اذهان را مغشوش کرده است و در گوشه و کنار سر و صدای وهابی و وهابی بودن هست. همین چی هست؟ چگونه گروهی هستند و چگونه مذهبی هست؟ ارتباط به مسئله وهابی این بسیار یک بحث عمده هست، ولی به طور خلاصه و فشرده این هست که این یک وسیله است که دشمن از این کار میگیرد، به بین اهل سنت و جماعت تفرقه ایجاد می کند و کسی که حق و حقانیت و مسائل توحید را بیان بکنه و مسائل یکتاپرستی را بیان بکنه، اینجا این آله وسیله دست دشمن شده که فوراً بر پیشانی مسلمان ها میزنن به عنوانی که تو وهابی هستی. خصوصاً از این حربه و از این راه اهل بدعت خیلی تلاش میکنن. اهل بدعت شعارشان این هست که ما با شافعی مشکل نداریم، با حنیفی مشکل نداریم، خلاصه با حنیفی مشکل نداریم، با مالکی مشکل نداریم، مشکل ما فقط با کی هست؟ با وهابی ها هست. ولی وهابی کی هست و چگونه است؟ این شعار دشمن هست. ما مذهب جداگانه به عنوان وهابی نداریم.